بسم الله الرحمن الرحیم. خب بنده حقیر نعیم محذب دخانی هستم. یک سری مباحث رو در قالب حالا ورد که مثل وایت بورد بشه میخوایم مثلا آموزش بدیم. موضوعاتی که معمولا استفاده میشه موضوعاتی هستش که بیماریایی که مثلا رایجه و آزمایشاتی که باید صورت بگیره و اینکه این آزمایشات چه هست قراره که یه توضیحاتی ما بدیم. انشالله که هم فالو کنین هم دنبال بکنین. من شماره تلفنم هم پایین قرار دادم، هر سوالی داشتید میتونید بپرسید. فقط دیگه همیشه همراهی بکنید که ممنون میشم. خب حالا بریم سر اصل مطلب. غده پاراتیروئید کنید یه سری غدد در بدن هستن که درونریز هستن. یعنی چی درونریزن؟ یعنی اینا اون هورمونی که ترشح میکنن یا میسازن رو به داخل جریان خون وارد میکنن. پاراتیروئید میاد هورمون پاراتیروئید یا پاراتیرومون ترشح میکنه. خیلی مهمه نکنید در افرادی که دچار دیابت هستن، افرادی که دچار پوکی استخوان هستند، مباحث مربوط به اندازه‌گیری پاراتیروئید علاوه بر آزمایشات تیروئید بسیار مهمه و حائز اهمیت هستش برای خود دکتر متخصص. و البته خب دونستن این که اصلا پاراتیروئید چیه، چی کار میکنه هم برای خود بیمار بسیار مفید هست و میتونه کمک کننده باشه. خب پاراتیروئید غده درونریز هستش. این غده 4 تاست، بخاطر همین باید بگیم غدد. 4 عدده که تو قسمت پشتی غده تیروئید قرار گرفته. نگاه کنید غده تیروئید در جلوی در واقع این گلوه ما قرار گرفته. تقریبا پشت این غده تیروئید شما یه صفحه فلزی یا هر جنسی در نظر بگیرید که 4 تا پیچ داره در گوشه هاش. 4 تا پیچ در گوشه هاش داره. اون 4 تا شما غده در واقع پاراتیروئید در نظر بگیرید که من اینو در اینجا نوشتم که معلوم باشه. خب حالا میریم وظایف این غدد چیه و هورمون پاراتیروئید ترشح چیکار میکنه. در واقع هورمون پاراتیروئید یا پاراتورمون میاد سطح سرومی کلسیوم خون یا حالا سطح داخل خون، حالا سرومی کلسیوم خون رو کنترل میکنه، افزایش میده. و غده تیروئید برعکس میاد سطح کلسیوم رو کاهش میده. این نگاه میکنید همه موارد در داخل این در واقع ورد نوشته شده. حالا غدد پاراتیروئید چیکار میکنه؟ غدد پاراتیروئید میاد میزان کلسیوم رو افزایش میده. چطوری میزان کلسیوم رو افزایش میده؟ از خیلی راه‌ها میاد این کار میکنه. مثلا میاد ماده بنیادی که ماتریکس هم میگن برای استخوان رو میاد تجزیه میکنه، کلسیومش رو آزاد میکنه. یکی از راهایی که مثلا افزایش کلسیوم میاد بازجذب کلسیوم رو از روده افزایش میده، از روده افزایش میشه. البته تمام این کارها رو در حالت نرمال برای تعادل کلسیوم انجام میده. از طرفی میاد فسفر رو هم به صورت فسفات بده البته
میاد کنترل میکنه، در واقع میاد فسفر به صورت فسفات دوره از روده بازجذب میکنه و اون رو در واقع کنترلش میکنه، افزایشش میده. پس هورمون پاراتیروئید در کنترل و افزایش کلسیم و فسفر بسیار حائز اهمیته و در حالت نرمال در حفظ استحکام استخوان، در حفظ در واقع تمام اندام‌های بدن نقش ایفا می‌کنه. حالا چه اتفاقی میتونه برای پاراتیروئید به عنوان یک غده بیفته؟ مثل همیشه میتونه مورد پرکاری قرار بگیره، مورد کمکاری قرار بگیره یا دچار سرطان بشه. در پرکاری تیروئید در واقع میزان کلسیم افزایش پیدا میکنه و میزان فسفر کاهش پیدا. چرا؟ مثلا چه اتفاقی میفته که این مورد اتفاق میفته؟ خب نگاه بکنید، مثلا شما فکر کنید که غدد پاراتیروئید هورمون شما دچار مثلا سرطان بشه یا از اون 4 تا غده یه عده‌اش وجود نداشته باشن، یه سری مثلا سندروم ها، حتی بیماری‌های ژنتیکی هم میتونه نقش ایفا کنه. خود مشکلات تیروئید در افرادی که مشکل تیروئید پیدا میکنن، غدد پاراتیروئید دچار چی میشه؟ نقص میشه. حالا یه سوال وجود داره، من مثلا دچار تیروئیدم، حالا یا کمکاری یا پرکاری، آیا باید این آزمایش رو بدم؟ خب از نظر بنده حقی اگر داده بشه که این آزمایش به عنوان PTH هم خوانده میشه بسیار مفیده، ولی خب حالا امکان داره یه دکتری صلاح ندونه مثلا آزمایش رو درخواست بده، ولی شما خودتون به طور آزاد حالا میتونید درخواست این رو بدید. نگاه بکنید، یک سری علائم تو پرکاری پاراتیروئید وجود داره، مثل درد در استخوان مفاصل، ضعف، خستگی عضلات، افسردگی، کاهش هوشیاری مغز، مخصوصا پوکی استخوان. نکنید اگه شما دقت کرده باشید به توضیحات من، چرا پوکی استخوان ایجاد میکنه؟ چون زمانی که پرکاری بشه کلسیم افزایش پیدا میکنه. چطوری این کلسیم رو افزایش میده؟ نگاه کنید، ما گفتیم افزایش کلسیم، در اینجا کاملا نوشته شده افزایش کلسیم. خب این رو میاد با تجزیه استخوان انجام میده، استخوان و مفاصل، میاد ماتریکس استخوان و مفاصل رو هی تجزیه میکنه به مقدار زیاد و غیر متعارف، به این میزان کلسیم اضافه میکنه و اینطوری استخوان و مفاصل دچار تحلیل میشن. بعد کلسیم و فسفر هممون میدونیم که توی نشاط و شادابی نقش داره، در نتیجه افزایش کلسیم به طور غیر عادی و از طرفی کاهش فسفر میتونه ضعف و خستگی داشته باشه، افسردگی ایجاد میکنه و کاهش هوشیاری مغز، چون فسفر بسیار نقش داره توی مغز. اگه یادتون باشه داستانهای نجیب، فسفر مغز زیاد بشه ذهن آدم بهتر بره. خب حالا ما میخوایم بریم سراغ کمکاری غده پاراتیروئید هورمون. خب وقتی کم میگه یعنی کاهش کلسیم، افزایش فسفر. نگاه کنید، شنیدید یه سری مثلا اسید اوریکشون افزایش پیدا میکنه، پاهاشون یه حالت گزگز، یه حالتی انگار مثلا
دارن هی سوزن به کف پا میزنن یا انگشتان میزنن ایجاد میشه. معمولا تو کمکاری پاراتیروید هورمون هم ما این سوزنی شدن انگشتان و پاها رو داریم. ما با کرامپ عضلات داریم. کرامپ عضلات یا همون سفت شدن یا در هم پیچیدگی عضلات که بیشتر در ناحیه شکم ایجاد میشه و موارد دیگه هم که میتونه علائمش باشه گیجیه و ایجاد آریتمی قلب و منظمی در ضربان قلب. از همه مهمتر شکنندگی در واقع ناخون ها، یعنی حتی امکان داره شما دست به ناخونتون بزنید ناخونتون از جاش در بیاد. یکی از موارد در واقع نشان دهنده کمکاری پاراتیروید هورمون. من اینجا هی دارم نشون میدم اینجا رو نکنید عزیزان. نمیشه به طور 100% گفتش که همه این علائم اگر ایجاد شد پاراتیروید ما دچار مشکله، نه. ولی شک دکتر یا اون متخصص بیشتر شاید معطوف بشه به غدد پاراتیرویدی، ولی خب عوامل دیگه هم وجود داره. مورد دیگه هم که هست سرطانه. معمولا سرطان غدد پاراتیروید خیلی به ندرت رخ میده و معمولا خوشخیمه، مورد بدخیم زیاد نیست. با عمل جراحی میان این مورد رو درست میکنن. معمولا برای کمکاری یا پرکاری از داروهای خانواده کلسیم و فسفر که حالا اسامی مختلفی داره استفاده میشه. نگاه کنید تمام این مواردی که اینجا گفته شد فقط مخصوص به پاراتیروید، یعنی مختص به پاراتیروید. و یه چیز رو من به شما بگم، این غده پاراتیروید و در جلسه بعد ما خواهیم در مورد تیروید صحبت بکنیم، نقش بسیار حیاتی در بدن داره. چون نگاه بکنید میاد در کلیه روده بازجذب انجام میده، در نتیجه هر گونه اختلال در این غدد میتونه به کلیه و روده آسیب وارد کنه، یا حتی برعکسش هر گونه آسیب به روده و حالا کلیه و حتی کبد میتونه نقش ایفا بکنه در غده پاراتیروید. حالا من یه مبحثی رو، یه خلاصه‌ای رو به شما بگم. ما گفتیم غده پاراتیروید میاد افزایش کلسیم میده. یه هورمونش در واقع یه هورمون هست تو بدن برعکسش رو انجام میده، به نام کلسیتونین که کاهش میده کلسیم. البته اینا در هماهنگی هم دیگه هستن، اینو گفتم که بدونید و انشاءالله در جلسه بعد در مورد تیروید صحبت میکنیم. لطفاً سابسکرایب و فالو یا هر چیزی هستش یادتون نره. این پایینم که نام و فامیلی خودم و اینجا هم که شماره تلفن بنده حقیر هست قرار دادم. انشالله موفق و پیروز باشید. اگر اشتباهی هست، اگر نقص و کوتاهی دیده شد به من تذکر بدید، بسیار خوشحال میشم. خدا به همراه شما تا جلسه بعد.